دروغ بزرگ ایجنت ها و طل زمان. ایجنت ها به شما میگن پذیرش بگیر، بیا ایران و مستقیم برو سر صنف سمستر نهم یا دهم. این یک دروغ محض است. پروسه انتقال کریدیت یک پروسه اتوماتیک نیست، بلکه مراحل دقیق اکادمیک داره. من دکتر آشنا هستم و امروز به عنوان کسی که در داخل سیستم پوهنتون‌های ایران است، واقعیت انتقال کریدیت را براتون فاش میکنم. اولین تفاوت در زمان ثبت نام است. دیدلاین یا آخرین مهلت محصلین انتقالی 1 ماه زودتر از محصلین عادیه. مثلا برای سمستر فوریه شما باید تا ماه دسامبر اقدام کنید. چرا؟ چون پروسه ارزیابی کریدیت های شما توسط دیپارتمنت ها حدود 1 ماه زمان میبره و شما باید قبل از شروع سمستر در ایران حضور داشته باشید. اگر این دیدلاین را از دست بدید، 1 سمستر کامل عقب میمونی و باید منتظر سمستر بعدی باشید. شما علاوه بر شهادتنامه مکتب به ترانسکریپت یا ریز نمرات تمام سمسترهای پوهنتون خود نیاز دارید. حالا میرسیم به قانونی که هیچ کس به شما نمیگه. قانون 70% و تجزیه مضامین. باید بدونید که در سیستم ایران یک مضمون کلن مثل اناتومی به صورت یکجا ارزیابی نمی شود، بلکه به بخش‌های کوچکتر مثل اناتومی سر و گردن، اندام و نیوروآناتومی یا اعصاب تقسیم شده است. قانون وزارت صحت اینه: برای قبول شدن در هر بخش باید حداقل نمره 70% را در همون بخش گرفته باشید. بگذارید یک مثال دقیق بزنم تا کاملا متوجه شوید. فرض کنید شما در بخش سر و گردن نمره 77% گرفته اید، اما در نیوروآناتومی نمره شما 65%. در این حالت تمام مضمون اناتومی شما سوخت نمی شود. پوهنتون بخش سر و گردن را از شما رسما قبول می کنه، اما بخش نیوروآناتومی به دلیل نمره پایینتر از 70 رد میشه. بنابراین شما نیازی ندارید که کل اناتومی را تکرار کنید، بلکه فقط باید همون یک بخش نیوروآناتومی را دوباره در پوهنتون بخونید. فکر میکنی کردیت ها خود به خود تطبیق میشن؟ خیر، شما باید شخصا به هر دیپارتمنت بروید، مفردات درسی و نمرات خود را به پروفسور همون مضمون نشون دهید و تاییدیه بگیرید. ایجنت هایی که در افغانستان نشستن در این مرحله شما را کاملا تنها میگذارند. دختران افغانی هستند که همین الان در پوهنتون ها سرگردانند، چون کسی راهنماییشون نمیکنه. اما در تیم استادی مید اکسپرت یا SME در ایران مستقر هستیم. ما قدم به قدم به شما به دیپارتمان ها میاییم، دقیقاً به شما میگیم پیش کدوم پروفسور برید. این مهمترین بخش است. خوب گوش کنید. فرض کنیم 5 سمستر خونده اید و مضامین اساسی مثل فیزیولوژی و بیوشیمی شما تایید شد. شما هنوز نمیتونید وارد مرحله کلینیک شوید. اول باید در امتحان ملی المپیا قبول شوید. اما یک مشکل وجود داره. در سیستم ایران چند مضمون اضافی مثل اندیشه اسلامی و تاریخ و تربیت بدنی وجود داره که شما در افغانستان نخونده اید. شما باید اول این مضامین را پاس کنید تا اجازه شرکت در امتحان المپیا را پیدا کنید. یعنی چه؟ یعنی اگر شما در ماه فوریه به عنوان محصل انتقالی به ایران برسید، نمیتونید مستقیما در همون فوریه امتحان المپیا بدید. باید این مضامین را بخونید که البته مضامین ساده‌ای هستند و از سوالات سالهای گذشته میآیند و سپس در ماه سپتامبر امتحان المپیا را بدید. ایجنت ها این را از شما پنهان می کند تا فقط پولتون را بگیرید. وقتی المپیا را پاس کردی، وارد مرحله فیزیوپاتولوژی میشی. در اینجا هم دوباره باید نزد دکتران بروی تا کردیت های سمستر 6 و 7 شما را تایید کنند. قانون 70% در اینجا هم ثبت می کند.
در این مرحله هم مضامینی مثل اپیدمیولوژی مخصوص ایران، پاتولوژی کلینیکال و احصائیه یا استاتیستیکس وجود داره که شاید در افغانستان نخونده باشید و باید اونها را بگذرونید تا رسما وارد مرحله استاژ یا کلینیک و شفاخانه شوید. پروسه انتقال کردیت پیچیده است. به همین دلیل است که شما به یک تیم مسلکی در داخل ایران نیاز دارید، نه یک ایجنت در افغانستان که بعد از رسیدن شما به ایران ناپدید می شود. وقتی با تیم ما SME اقدام می کنید، ما اولویت را به محصلین شخصی خود می دهیم و این خدمات اختصاصی را تضمین می کنیم. اول، پیک آپ اختصاصی از میدان هوایی. برای خواهران نماینده خانم ما و برای برادران نماینده آقای ما به میدان هوایی می آید تا شما را مستقیما به لیلیه یا هتل ببره. و دوم، سیم کارت و کارت بانکی فوری. در ایران پول نقد کاربردی نداره. ما در همون روز اول یک سیم کارت موقت و یک کارت بانکی براتون تهیه می کنیم و کارهای اقامت 6 ساله شما را پیش می بریم. سوم، پیدا کردن آپارتمان و ثبت نام پوهنتون. اگر لیلیه نمیخواین، ما برای پیدا کردن خونه به شما کمک میکنیم و تمام مراحل اداری ثبت نام را دوشادوش شما انجام میدیم. زمان را از دست ندید. اگر به فکر انتقال کردیت هستین، همین الان اسناد و ترانسکریپت خود را به صورت فایل یا PDF به شماره واتساپ ما روان کنید تا شرایط شما را مسلکی ارزیابی کنیم.